شرح این و دیگر خبرها. امروز در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان مراسم قرعه‌کشی مسابقه گرند سلم اوید به جودو برگزار گردید. پس از خاتمه قرعه‌کشی جودوکاران ما حریفان خود را در مرحله مقدماتی پیدا کردند. در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند مراسم قرعه‌کشی مسابقه تاشکند گرند سلم برگزار گردید که در نتیجه آن رقیبان جودوچیان تاجیک معین شدند. 5 مارس روز یکم مسابقه رقابت‌ها در وزن 60-66 کیلوگرم میان مردان صورت می‌گیرند. در این روز جودوچی تاجیک قهرمان تاجیکستان در وزن 60 کیلوگرم ابو مسلم قیومزاده هنرنمایی را از دور دوم با صالح یلدیز از ترکیه شروع می‌کند. ورزشکار دیگری تاجیک شهباز حیدرابرارов هم در دور یکم آزاد بوده در مرحله دوم با نماینده بلغارستان ینیسلاو گرچف وامیخورد. در دور دوم وزن 66 کیلو علیجان سفرعلیев با غالب جفت پیرس ماتئو دمیتری مینکوف به تاتامی میبراید. ورزشکار دیگری تاجیک بهرام صوفیев در مرحله یکم با ناتان برنسی ایرلندی قوه میسنجد. در این روز میان بانوان ورزشکار تاجیک شویده قلندرова در دور دوم با خان خی جوی کریگی روبرو می شود. سامان محمدبекov در وزن 73 کیلوگرم با غالب جفت یوگنی پروکاپچوک گیورگیوس آزویدیس رقابت می نماید. برای برآمدن به دور دوم در وزن 81 کیلو جودوچی تاجیک اکمال مرودов با دیور حمزه از قزاقستان و حقنظر نظرов با گیورگی شیرازادشویلی گورجی سبقت میکنند. رقابت‌ها در وزن‌های 90, 100 و جمعی 100 کیلوگرم در روز آخر گرند سلم تاشکند صورت می‌گیرند. کامرانشاه استوپیریان در وزن 90 کیلو نیروسنجی را از دور دوم با غالب جفتی لارنزو ریگانو ایتالیایی اصلان ساگیتبек قزاق شروع می‌نماید. نماینده دیگری تاجیکستان در وزن 90 کیلو امیرجانی نسیمجان با تئودوروس سلیدیسی یونانی نیرو می‌سنجد. در وزن تا 100 کیلو طبق قرعه‌کشی حریف سیجاول سعیدов در مرحله یکم قهرمانی اروپا در سال 2020 ماتیاس مارتسنی دنیاگی گردید. منصور رحمان باشد با 5 کرات غالب گران پری و دارنده 2 مدال برنجی ماسترز رمضان درویشی مصری به میدان میبراید. ورزشکاران سنگی وزن تاجیک تیمور رحیمov با دارنده نشانی برنجی چمپیونات جهان ریچارد سیپوس و شکرمحمد میرمحمدov با ینی مارینیچ زورآزمایی مینمایند. یادآور میشویم که جریان برگزاری مسابقه گرند سلم تاشکند را تلویزیون ورزش مستقیما منظور بینندگان میگرداند.